بفرمایید. یک 10 سال پیش در همین روسیه یک توی یک مقدار پله دیده بودیم. همین را حاضی میخوام بسپرم یکون مظلوم دا یکون کسته بسپرم. خودش نیست؟ نه وای چه 10 سال پیش دیده بودم یک اختایی بود. خب برادران همین را ما همین را فهمیدیم که میشوه ای 3 قسم ای 5 قسم یک قسمش را خیر کنیم و اوش حلال میشه و میگن نمیخوای ماندهش ها باقی ماندهش حلال میشده است. آه نه باید دزدی هست برادر. اصلا شریعت ما رو از دزدی و تمام شریعت ها دزدی حرام بود. در تمام شریعت ها مسئله من مثال یک در یک صحبت یک برادرم برآمد گفت که من دزدی کردگیم، بسیار دزدی کردگیم، لیکن همه چیزایی که دزدی کردگیم همش با برآمده رفتگی ای گفت. یک از یگانش برکه یافتگی نیستم گفت، لیکن با وجود همین من هم پولا رو میگردانم از تنی مالا بکن چیزای دوزی کو رفت فایده نکردم، نه من شد نه به من شد و نه به آن شد، لیکن من از تنی مال خودم میخوام اون پولای پرداخت کنم. یعنی این چیزی انیق از کسی اگر تجربه کرده باشد میداند. انا از تجربه دوزها مال همراهی دوزهای زیاد نشستگی هستیم. اونا نقل میکردن دوزی های خود را و ماهریت در دوزی و عموما بعضی کارها و حادثه هایشان را. خلاصه همین مال دوزی هم خواه به دوزی باشد خواه به غصب باشد، این غصبش با گنده تر، یعنی گناهش و ظلمش وزنی تر. غصب همین میبید کشته میگیرید خیلی کجای میری را هیچ کار کرده نمیتوند بیچاره، برای آنکه امروز اینا زور است همین خیلی کشته میگیره، یعنی غصب است. خب اینا همش همین در همین دنیا برآمده میرد، از بینیش میبرد، یعنی از این فایده نمیکنه. چی فایده؟ مثلا از یک کسی میگیرید هم دلی یک کسی در میکنید، هم وای به شما نصیب نمیکند، هم گناهکار میشید، هم به غضب گرفتار میشید. لعن الله السارق. ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله لعنت کرد، الله تعالی لعنت کند دزد را. یک تخمی را میدزدد و دستش بریده میشد، لیکن کسی تخم دوزد دستش بریده نمیشد در شریعت. لیکن برای چی پیامبر صلی الله علیه و آله این سخن را گفتند؟ میگوید که آخر دزدی از همین تخم دزدی سر میشه. اما کودک از همین تخم میدوزد، ارغمچینی گاو میدوزد، ریسمانای گاو و گوسفندای چیزای معده میدوزد. آخر کودک معده یعوا رو بند نمیزند، معده بعد به دزدی کلام میزند. بعد وقتی که دزدش اثبات میشد از ربع دینار که زیاد دزدی کرد بعد دستش بریده میشد. پیامبر صلی الله علیه و آله لعن الله السارق، الله تعالی دزد را لعنت کند. یه تخمی رو میدوزد و دستش بریده میشد، یعنی سرچشمه دزدیش اول تخم است، یعنی چیزی معده است. شاهد این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بد کرده، الله لعنت کند. هر کسی که الله لعنت کرده است یا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش دعای لعنت خواندن، این گناهی کبیر است و خاصتا با حد آمده باشد، از جانب الله تعالی ستیه فرا آمده باشد. تو هست بعضی گناهایی که به ستیه نیست، ستیه نیست یعنی جزا نیست، نه، ستیهش الله تعالی جزاش الله تعالی معین نکرده است، مانند دوست فقط حواله به قاضی کرده است، قاضی جزاشو میتید. در هر زمانه اون جزاها هر خیل میشن. خب هر گناهی که الله تعالی جزاشو بیان کرده است وای گناه کبیره است، از جمله دزدی. بنابراین برادرای عزیز، یعنی از این سوال ها و از زندان ها معلوم میشد که زندان هم تقریبا زیاده از 50% عبارت از دزدها هست و این چیزا دلالت میکند که در مردم ما دزدی بسیار است. این کارو نکنید هم برادر. خاصتا من ببینید مال روس دزدیدم، مال یوری دزدیدم، مال نصرانی دزدیدم، مال خیتایی دزدیدم. ما با این اسلوبی رفتار ما یگان کسی مسلمان کرده نمیتونیم.
بعضی کشورها مانند اندونزی و مالزی اینا با همین خلوق نیکی تجارت‌های تاجرهای مسلمان‌ها اسلام آوردگی هستند. تاجرهای راستقو، تاجرهایی که مال کس را نمیخوردند، مال کس را برمیگردانیدند. اگر خطا شده ماند پول را پرگی برمیگردان، حیران میشدن اونا برای چی این کار کردی؟ تو میتونستی این پول گیری خوری؟ میگن برای ما شریعتی ما اجازت نمیده. اون شریعتی شما بسیار شریعتی بزرگ بوده است. همین چیزا سبب میشد. مثلا شما کوچک حساب نکنید، یک زنک در کشورهای آمریکای جنوبی، یعنی طرف های برزیل، چیلی، اون طرف آرژانتین، اون طرف در اتوبوس نشستگی از یک دختری سطردار میبیند در کوچه، میبیند و در تفکر میافتد برای چی این دختر سطر کرده است، برای این چی این دختر همه جای خودش را پوشیده است. برخلاف دیگر زنانی که 99% زنها هم اونجاش کشیدگی از در اونجا. یا مثلا یه زنی هم در فرانسه وقتی که از طرف کانادا اون طرفا میبیاد، در فرانسه زنی سطردار رو میبیند، میگوید که من زنی سطردار رو دیدم، گویا که این پرنسس چی بود به زبان تاجیکی، شاهزاده، خلاصه شاهزاده باشد. همین خیل در نظرم زنی حجابدار و سطردار، این گپی من نیست، گپی یک کافر است. در نظر من میگوید به نظرم شاهزاده نمایان شد همین دختر، لباسی درازی وسیع، یعنی گویا که وی واقعا در داخلش چیزی قیمت بها هست و پرده کتی پوشیدگی است. همین انگشترین های قیمت بها هم در کجا می استد؟ غلافاش هم قیمت بهای خوشرو هست، با در داخل سیف میمونن، چون چیزی قیمت است آخر، چیزی ارزان نیست که به یک جا پرتایی لچک استد. ماشین های قیمت هم گراژ دارد. یعنی در نظرم همین خیلی تاف میگم. او زنی در امریکای جنوبی بوده، این در اتوبوس خودش نشستگی از زنی سطردار میبیند و به فکر فرو میرود و 10 سال اسلام قبول میکند. سبب همین یک زنی دیدگیش، همین فکر با میفراد بحث میکند، جستجو میکند که برای چی این زن خودش پوشانیده، سبب چی، کاو میکند. وقتی در جاهای ما اولین بار بعضی زنها روهاشون پوشتن، بعضی همسنفای ما پرسیده بودن منو که وای فلان نیه زنش برای چی روش میپوشد، روش یگان اوژاس است، یگان روش رو ندارد یا چی، برای چی خیلی میکند. تا همین درجه فکراشان پایان بود، نمیفهمیدن که این امر الله تعالی هست. نه وای بیهوده دهن و بینیش رو روز نکرد از یگان جاش دریدگی است، چی است میگفتن. و این زن هم بار اول وقتی که میبیند به فکر فرو میرد و 10 سال در ذهنش همین تاب میخورد، همین فکر، اخیر مسلمان میشه. بنابراین وقتی که شما با مردمی غیر مسلمان معامله میکنید، مثلا من به یک سرتراش میرم که مسلمان نیست، بعضی برادران من تنقید میکنن، میگن برای چی با مسلمان نمیری؟ من با شریعت من نکرده است که سرتراش کافر و نروم یا مسلمان بروم. من قطعی او گپ میزنم کم کم، شاید و یک روز نه روز مسلمان شود. ما اگر از غیر مسلمان خودمون دور گیریم، پیامبر صلی الله علیه و سلم مات النبی صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونه عند یهودی. پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا وفات کرده، حالا که جوشن مبارکشان در نزد یک یهودی در گرو مونده بود. رفتن از یهودی جو خریدن، پولشان نبود، گفتن که این جوشن هم در تو می ایستد، پول کی آورده دادم جوشن گرام ببرم. جوشن قیمت از چی است؟ از جو است، خاصتا جوشنی پیامبر صلی الله علیه و سلم. یک جوربی پیامبر صلی الله علیه و سلم از مال ملک دنیا قیمت است اصلش، برای آدمی میفهمید. یک تاری موشان قیمت است از دنیا. جوشنشون هم موندن، جوشن آهنین، سیپری آهنینی که در جنگ پوشیده میشد، در رز یهودی مونده، جو گرفتن و همین جو پولش نداده از دنیا گذشتن.
و حضرت ابوبکر فهمیده در حال رفته پولی جو داده، جوشن گرفته اومده رضی الله عنه و ارضاه. برای چی پیامبر صلی الله علیه و آله 10 کیلو 15 کیلو جو از ابوبکر هم قرض گران میشد؟ برای چی از یهودی گرفتن؟ برای آنکه تعامل با آنها اجازت است، یعنی معامله خرید و فروش، همکاری کردن، دوست داشتن در قلب نه، لیکن در ظاهر معامله خوب کردن بله. یا ایها الناس قولوا للناس و قولوا للناس حسنا. الله تعالی که به مردم سخنی نیکو گوید، و مسلمان ها نگفت، به مردم سخنی نیکو گوید. یعنی ما وظیفه دار هستیم که تمام نوع انسانیت کدی معامله خوب کنیم، لیکن دوست داشتن فقط برای اولیای الله. کسی را که الله تعالی دوست می‌دارد ما او را دوست می‌داریم، کسی که الله تعالی او را بد می‌بیند ما او را بد می‌بینیم. لیکن ما معامله نیک می‌کنیم، رفتار خوب می‌کنیم، فریب نمی‌دهیم، دروغ نمی‌گوییم، معامله خوب می‌کنیم، با آنها بزرگی اسلام نشان می‌دهیم، آنها را دعوت می‌کنیم. قبول کردن خوشا به حال ما، خوشا به حال آنها. قبول نکردن ما وظیفه ما ادا کردیم. بنابراین معامله های ما وقتی که با غیر مسلمان ها رفت آمد میکنیم، داد و گریفت میکنیم، معامله میکنیم، اینا باید بزرگی اسلام در هر یک عمل ما دیده شود. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که طایف رفتند، مردم طایف قبول نکردند پیغمبری را، بلکه پیامبر علیه السلام و زید ابن حارثه را سنقدی زدند، پایهای مبارک خونشار شد. بعد وقتی که این حادثه ها تمام شد و کمتر از طایف کنده شدن، در زیر سایه درخت دم گرفتن، خسته شدن. این حالت را یک صاحب باغ که اصلا و هم خیشای پیامبر صلی الله علیه و سلم خیش دور بود، از دور نظاره میکرد. او هم مشرک بود، لیکن به هر حال رحمش آمد و یک خدمتگارش بود، نصرانی بود. اینا مشرک، اینا بت پرست، بیدین، دیناشان دینی آسمانی نه، عرب ها مشرک. این خدمتگارش نصرانی بود. گفت که دوامی انگور برده تی به همون دو آدم، گفت رحمش آمد. یا سر دو سر انگور آورد. وقتی که انگور آورد، سبحان الله، ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم یک دانه گرفتن و بسم الله گفته خوردن. ثانی اونو نصرانی حیران شد، گفت که این کلمه رو اهل اینجا ها نمیگن، اینا بسم الهبل، بسمک اللهم میخل میگفتن. مردم عرب بسم الله نمیگفتن. گفت که این کلمه رو گفت مردم اینجا نمیگوین. گفت تو کی هستی؟ این دلالت میکند که این نصرانی بسم الله رو شنیده بود، در دین خودشان بود. بسم الله در دین نصرانیت هست. حیران شد، تو علم دارد آخر، دین او دین آسمانی هست، که این کلمه رو اهل این زمین، این مردم های این طرف نمیگوین. تو کی هستی؟ گفت که من محمد رسول الله هستم. تو کی هستی؟ تو از کجا هستی؟ گفت من از فلان جا. گفته جاش. وقتی که تینکت پیامبر صلی الله علیه و سلم از قوم یونس ابن متی هستی؟ بعد او گفت که یونس ابن متی رو تو از کجا میشناسی؟ بعد گفتن که یونس ابن متی پیغمبر است، منم پیغمبر هستم و برادری من است. گفتن که اسلام قبول کرد. دست و پیشانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوسه کرد. اونو دیده حیران شد. اونو من همین انگور بر گفته بودم، از دور دیدن چی گپ گذشته است نمیدونم، لیکن دیدم که یکی این غلام نصرانی پیغمبر بوسه دارد. ببینید یعنی یک دهن سخنی نیک، یک معامله نیک، یک داد و گرفتی نیکتان سبب اسلام دیگرها شدنش ممکن است. بگذار سبب شود نشود، شما طبق دستور الله تعالی وظیفه دار هستید که همین کار کرده رفتن گیرید. یعنی رول بازی نکنیدم. شما خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان باید راست گوید، باید دزدی نکنید، باید حق کس را نگیرید. به این سبب میشد
برای هدایت دیگرها که شما که سببگار شدید شما با ثواب میگیرید، اگر سبب هم که نشدید شما وظیفتون اجرا کردید.